عیسی در بازار کاروان شهر دوشنبه مغازه دارد. مالهایش را از جمهوری چین و ترکیه می آورد. می گوید انتقال کالا از این دو کشور وقت و مبلغ کلان می خواهد. از تاجیکستان دسترس کنیم اگر سچوخه مودا بهتر میشه که دیفکت اگر برومد مقصد میبریم علیش میکنیم اگر از او جبیره نشوه که قبورا گیری خود ترکیه بری. بار اول کارخانه نساجی دوشنبه و تولید متای مخملی و یا مخر که برای استحصال دستروی مال ضرور است شروع کرد. معمولا در تاجیکستان این مواد را از خارج کشور وارد میکردند و همکنون نرخ سچاق داخلی ارزان تر خواهد بود. کارخانه ما 20,000 دستگاه‌های بافندگی سرچاق‌های مخمل را از که استحصال فدراسیون رسمی میباشد خریداری نمودند. آن زوادی که امروز به کارگاه ما دستگاه‌های بافندگی سرچاق‌های مخمل را به ما فروختند، آنها خودی متخصصان این زواد آمده در کارگاه ما دستگاه بافندگی را وصل نصب نمودند و شهروندان ما را یا اینکه کارگران ما را آموزاندند. در کارگاه سچاق‌های مخره رنگ و بار شده در سیخ دوزندگی آماده می شوند. مسئولین هم باور دارند که محصولات این کارخانه در تاجیکستان و کشورهای منطقه رقابت پذیر می شود. اقتصادشناسان آغاز استحصال وطنی را ادامه روند صنعتی کنانی اقتصادی می دانند، اما حدس می زنند که فعالسازی کارخانه های مذکور در پی تهدید مقامات است. مثلا شاید که کارخانه نساجی تاجیک با این میخواد خودش رو نشون دهد که یعنی این کارخانه به کار در آمد، لیکن شاید این یک عملی باشد چون که ما میدونیم که قرار رئیس شهر است درباره اگر کارخانه هدف اساسی خود یعنی مثلا مسئولیت خودش رو که برآورده نمیتونه با برگردونده یعنی با حکومت جمهوری تاجیکستان برگردونده میشه و از سری نو با سودا مانده میشه. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه نساجی تاجیک تا زمان استقلال تاجیکستان بیش از 10,000 زنهای تاجیک در 3 بست فعالیت میکردند. متای تولید شده در این کارخانه به جمهوری‌های دیگری شوروی صادرات میشد. بعد از استقلالیت بیشتر از کارگاه‌هایش از فعالیت باز ماندند. فعلا در این کارخانه حدود 2,500 نفر در چند کارگاه ریسندگی و دوزندگی مشغول استحصال متا و دوخت لباس مکتبی اند.